دوشنبه شب محله هالووی در شمال لندن. اینجا خونه آرسناله. طرف‌های ساعت 8 شب و امشب یکی از مهمترین بازی‌های فوتبال انگلستان برگزار میشه. و اگه فکر میکنید من رو اشتباه اومدم چون بازی اینجا برگزار نمیشه، اشتباه فکر میکنید. خب اگه شما هم مثل من عاشق فوتبالید و حالا به هر دلیلی به اولترافورد منچستر نمیتونید برید، جاهای تو انگلیس وجود دارن که جوشون مثل یک ورزشگاه فوتباله. یکی از اونها بار توپچی‌ها تو شمال لندنه. بریم ببینیم که توش چه خبره. برای بازی‌های خارج از خونه لیگ برتر فقط تعداد محدودی بلیت رو هوادارهای تیم مهمان میتونن بخرن. گرفتن این بلیط‌ها هم خیلی سخته و هم هزینه‌اش حسابی زیاده، چون پول مسافرت و خورد و خوراک هم میاد روش. خیلی از طرفدارهای دو آتیشه قید داستان رو میزنن و به یکی از بارها میان تا با دوستاشون و همرزمانشون بازی رو نگاه کنن. برای اینکه دردسر هم درست نشه، بارها از ورود طرفدارهای تیم مقابل که اینجا منچستر یونایتد باشه جلوگیری میکنن. الکس فرگوسن، سرمربی منچستر یونایتد که در دوران کارش چند بار با آرسنال روبرو شده، از حساسیت این مسابقه کاملا آگاهه. در ابتدا توپ بیشتر دست آرسنالی ها بود، ولی این شیاطین سرخ بودن که حمله های خطرناک میکردن و موقعیت های بیشتری نسبت به تیم لندنی داشتن. ترس از شکست باعث شده بود تا بسیاری از توپ ها در میانه میدان گیر بکنه. ولی اتفاق مهم بازی در دقیقه 41 افتاد. پارک هافبک کره‌ای منچستر یونایتد با یک عکس‌العمل تماشایی توپ را از فرای دستان دروازه‌بان آرسنال وارد دروازه کرد تا تیم میزبان 1-0 جلو بیفته. هرچند در لندن طرفدارهای آرسنال هنوز امید داشتن که تیمشون بتونه این گل رو جبران کنه. آرسنال نیمه اول خوب بازی نکرد. بازی برابری بود. بین دو تیم تفاوت زیادی نیست. این اون آرسنالی نیست که من هر هفته میرم سر بازیشون. 4 تا پاس درست نمیتونن بدن. آرسنال 2-1 این بازی رو میبره. بهتر فابرگاس و فانپرسی و تووالکوت و نیمه دوم بیاره تو زمین. اونا میتونن دفاع منچستر رو حسابی اذیت کنن. ما از استرالیا اومدیم. چهارشنبه بازی آرسنال رو تو لیگ قهرمانان اروپا دیدیم و الان هم اومدیم اینجا تا مثل بیننده‌های شما فرهنگ فوتبال انگلیسی رو تجربه کنیم. نیمه دوم بازی آرسنالی ها به قصد جبران گل خورده جلو کشیدن، ولی دفاع منچستر فرصت خودنمایی رو از اونها گرفته بود. سمیر نصری که این روزها گل زیاد میزنه به سختی از خط قرمز عبور میکرد. برخلاف جریان بازی ضربه پنالتی برای منچستر اعلام شد و رونی که با روزهای اوجش فاصله داره اونو بیرون زد. پنالتی از دست رفتن به تیم لندنی زیاد کمکی نکرد و آرسنالی ها هرچه زدن به در بسته زدن. در پایان بازی باز هم مربی خوشحالتر در اولترافورد سر الکس فرگوسن بود. حرص خوردن قرمزهای لندن در دقایق پایانی چند برابر شده بود. توپچی‌ها گل خورده را نتونستن جبران کنن و باید صدر جدول رو به منچستر یونایتد تقدیم می‌کردن. فقط چند دقیقه مونده به آخر بازی و امید آرسنالیا کم کم داره از بین میره. بازی با همون یک گل تموم شد و آرسنالی ها عصبانی از اینکه قافیه رو باز هم به منچستر یونایتد باختن. یکی دیگه از نکته‌های جالبی که به چشمم اومد اینه که وقتی که در کنار همقطاران خودت باشی، اگر که تیمت نتیجه نگرفت، یکی در کنارت هست که بهت دلداری بده. بعد از پایان بازی سرکله یکی از طرفدارهای منچستر یونایتد که این دور و برا زندگی می‌کرد هم پیدا شد. موقع بازی نمیذارم من بیام تو چون منچستر رو تشویق میکنم، ولی در کل با هم دوستیم. فکر کنم یونایتد در کل تیم بهتری بود و برد حق اونا بود. اونا بودن که فرصت‌های بیشتری رو به وجود آوردن. برای آرسنال یکی از اون بازی‌ها بود که بازیکن‌ها نتونستن با هم جفت و جور بشن. پاس‌ها به همدیگه نمی‌رسیدن. ولی باخت به منچستر یونایتد آخر دنیا نیست و هنوز تا پایان فصل فاصله زیادی باقی مونده و شاید آرسنال یه چند تا از بازی‌های خارج از خونه خودش رو هم ببره و جمعیت اینجا رو خوشحال کنه. پوریا جعفر، BBC